که تیکچه‌ایش پریستوپلینی میشود. اگر خداوند به فضلش ببخشه میبخشد، لیکن به عدل گرفته دعای به حال که معلوم نیست که چی میگوید تو در دوزخ بسوزی برای ترک یک نماز. برای هر نماز ما و شما را خدای بزرگ پرسان میشه. از هر نماز میپرسه. و مسلمان های حقیقی کسایی هستند که زکاتشون نمیپردازند، زکات مالشون نمیپردازند. خدا را شکر بیشتری سوالایی که میشود در مسئله زکات است. او یا زمانایی بود که همین سوال فقط ناس بود، ناس طهارت میشکنه نمیشکنه، در مورد نسکی محسوکشی درست است درست نیست، اگر گوزیدی مستحب میکنی یا نمیکنی. ولی الحمدلله اکثر سوال ها دیگر از همین باب زکات شده است. سببش چی است؟ خدا را شکر که نمی صنف میانه، طبقه میانه و تجار الحمدلله اصلاح شده بیان. خدا شاید این برکتی که در این ملک سرزمین ما است و سبب این اصلاح شدن این طبقه است. وقتی که کسایی که صاحب نصاب زکات هستند زکات هم میپردازند، میخواهی نمیخواهی جامعه آباد میشود، اصلاح میشود، محبت همدیگر فهمی زیاد میشود. بخی خدای بزرگ حکمتاش رو ببینه، حکمتای داره که عقل آدم نمیگیره. حالتهای میشود که خیلی زندگی است. همین مردم همه با زندگی و با کار و بارش مشغول است. باشه خداوند گفتم چه حال داری با همین دنیا سرگردان است. راست میگم همه با همین دنیا خلاصونتا سرگردانه. بعضا میشود که هم خیش تبارو را عموما نمیبینی، شوخی در چند سال نمیبینی. یک معرکه و یگان اگر نشست نشود توی تماشا نشود نمیبینی. خیلی میدونی که هم خیش کم بغل است. حکمت خدا را فرض خدا را ادا میکنی، هم سپیسکاک نامه که همون را بنویس برای خبرش بگی، هم سیله رحیم برقرار شود، هم محبتش زیاد میشود. ببین که او حقیقت چه میگیره، اما با اطمینان دار میشود که حقیقتا هم خیش نوار موضوعی خوب است. این مردم این رابط ها باید باشند. همزبانی خیشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. با در سر یک وقتی که یک مشکلی و سختی اومد همه قوم دستگیریت میکنن، اون خیش تبارات رو میکنن در پهلو درست میستن. اون وقتی همه را بریدی میمونی دیگه معلق. یک جور خریدم دی در یک موضع یک حولی گویو گرفتی. با خدا قسم چند همسایه ها اومدن خیش تبارای همون صاحب پیشیده همون خونه بودن. اون خونه را من نمیدونم نفر چهارم یا پنجم گرفتن گیام میگم اساسش نه. بعد همون بیندوری کردن شما دید و بلو فلان و بیزبانو گفتن همین صاحب همین خونه خیشی ما بود. با خدا قسم یادش گفتی همین نه روبیتا نه در معرکه همو میآیند نه رفت و آمد میکنه قدیمو، حتی در جنازه ها دیگه شرکت نمیکنه. و یک روز میگه چند نفر شده پیشش اومدیم که فلانی اما شوخ ما خیش تبارتیم، ما با هم دیگر پیوندی نسبی داریم. بعد میگه که نامیزان شگرفت ای خاطرم رفت فلانی چمدان بیار. و میگه زنش چمدان گرفت آورد، همین تا چمدان کشای درونش همش دلار گوی نخیشته این نخیشته. ببینه انا اون تأثیر بدی گلوبالیزاسیون غربی بوده رسیده است. حضرت پروردگار این پول چرکی دست داری، این دولت این دنیا هست همین لحظه دیگر نیست داری. آخر بانکرات چید حالش بد چید خیلی دیگه چی وقت پیش کسی میرم میگن که ترا خیش تبارات همون دلار ای همون کمک بپرس دیگه آخر ما چی میپرسی؟ تو مرد باشی خدید مردانه رفتار میکنن. تو یکون کسا دستگیری کرده که امید میکشی در طریق حالتی وزبین سخت یک از در پهلوت بسته و دستگیری میکنه. خرما نتوان خورد از آن خار که کشته، دیبا نتوان بافت از آن پشم که ریشته. وقتی که خور خوریدی خرما خوردن نمیشه و ای خور هم خور میگیری. تاریخ یاد نداره که از پشم گوسفند کسی متای دیبا را بافته باشد. برای متای دیبا ابریشم در کاره. در لوح معاصی خط عذر نکشیدیم، پهلوی کبایر حسنات ننوشتیم. گناه کردیم اقلا در مقابل همون گناه یک کاری خیری نکردیم که خدای تعالی با شرافت همون کاری خیر همون را محو کنه.
پیری و جوانی چه شب و روز بر آمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. این همه رنگ آبی روان واری رفته است، شب آمد و روز آمد، حال ما بیدار شدگی نیستیم. ما را عجب از پشت پناه بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. حالا چی تعجب بکنی؟ و همین روز در همین دنیا کی را دستگیری کرده که تو امید میکنی که فردا روز قیامت خداوند بزرگ پیغمبرش تو را دستگیری کنه؟ گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باشد که زی مشاطه نرنجیم که زیشتیم. اگر فردا روز قیامت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که شفاعت نکرد، گیره نکن و تو ای خودت کفشا. همین زنگیر اگر پیش هزار کسمت بری و کسمت طولو و خوب را سفید کرده نمیشه. وقتی زیشت هستی ای خودت تو گیلوان شد. انا هم زکاتی مولا دادی، هم فرض خدا را ادا کردی، هم خیش تبارت خرسانچی. حق همسایگی کجاشی دیگه حق همسایگی؟ الحمدلله خیلی دیهات ولی مثلا در آباد خدا را شد. نه که اویسته در شهر همه چیزو ای بین رفت. نیست باور کنی. همسایه اگر همسایه خوب صالح باشه یک نعمتی بی‌بها است. رسول خونه خر شدیم، سکسیا میکنیم که در روی سویتی بود. بعد یک خونه را سوراخ کردیم. اما وقتا در همین گازیتون چی میدادن؟ امیبلینی میدادن. فقط این تلفن‌های مردم نیایخور بود و میرفتی در پیش بودکه تلفن دو تینه بسیار در کیسه به استودیو چلد بعد زنگ میزدیم. یا جو زنگ زدیم نرخی خونه را قیمت‌تر بود. یه باشه بودیم. روسای بود. چو так дорого. У меня прекрасный сосед. روس میگه سبحان. حقیقتا اگر همسایه خوب باشه، همسایه صالح باشه، جان دلیلیه. یا جور رفتی هم میدونی که خونه تنیدن میکنه. میدونی که اگر فایده و منفعت شده زیاد ضررش به تو نمیرسه. و هم زکات دادی همه حق همسایگی و محبت همسایگی زیاد میشه. حتما زکات بالا را بتیم بچه. تأخیر نکنید. یا راست چطور میگیریم که همه بعضش با همین خیلی نقشه میکشه که هم دویره خویله بیرون نبرویده دوملو بچه دانی بتی درسته زکوتا نه بچه درست نیست هرون کلت نه چی دختر دابتی درسته نه دختر درست نیست دمو دابتی میشه و اگه خونابات غیری هم دختر دمو بچه هم کلت دیگه چی نمیشناسی و بنده های خدا بسیاره نه میخشا به حال جوان مرده که خدای تعالی نعمت داد دست شد در راه خدا سر و یعطون الزکاه و یطیعون الله و رسوله و اطاعت خدا و پیغمبر را میکنن. خیلی کسی که اطاعت خدا و پیغمبر را نکنه از کجا فردا روز قیامت امید به رحمت خدا داره، امید به شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. در محفل حضرت صلی الله علیه و سلم با امتها و اصحاب مراجعت کرد. حدیث امام بخاری. حضرت گفت کل امتی یدخلون الجنه، همه امتی من داخل جنت میشن. الله اکبر. همه امتی من داخل جنت میشن. الا من ابا، مگر کسایی که خودشون نمیخوان در جنت بدوید. گفتن یا رسول الله و من یا ابا، چه به عقلی که جنت رو اومدن نخواهد؟ هاشه یک فوتیوکای بیتره بودن جو گفتن میگیری چه جنتی که یک نعمت داره، نعمتش انتها نداره، حیاتش مرگ نداره، سلامتیش بیماری نداره، جوانیش پیری نداره. آخه خدای تعالی برای بندهاش در اونجا نعمتهای وضع کرده است که نه چشم دید است، نه گوش شنیده، نه حتی در فانتزیای کسی همین گذشتگی ای و چه خیلی امکان داره که نکس نخواهد داره یک جو. حضرت فرمود من اطاعنی دخل الجنه، کسی اطاعت ما را بکنه داخل جنت می شود، جای دیگر گپ نیست. و من عصانی فقط ابا، اما کسی عصیان کرد، سرکشی کرد، فرمانبری نکرد، بندگیش فراموش کرد، او خودش ایبا کرده است. این به سعادت الان
در رحمت در جنت به دست خودش بر روی خودش محکم کرده.